بنده همیشه به دوستان مختلف از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس کنید نیم جز یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید. خب این اولا وظیفه است به خاطر ایمان. ثانیاً استماع قرآن زمینه ساز رحمت الهی است که می‌فرماید و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. یعنی شنیدن قرآن و استماع قرآن زمینه ساز رحمت الهی است. دیگه چی بهتر از این؟ این یکی از مهمترین عواملی است که میتوانه انسان رو با رحمت الهی آشنا کنه. اینجا مرکز مقاومت است.